سلام دوستان، امروز اومدیم با آموزش ساخت رقص نو. امیدوارم از ویدیو خوشتون بیاد. Let's go. برای ساخت این وظیفه به 3 چیز نیاز داریم. ابزرور. بچه‌ها باید ابزرورها به تعداد زوج بذارید و بعد از هر کدوم 90 درجه بچرخید. همینجوری میبینید. بعد از چرخش 90 درجه میریم دقیقاً مخالف این طرف اونوره باید مخالفش بذاریم. میشه اینجوری. خراب کردم، ببخشید. اینجوری وایسید. اینجوری. بعد دوباره 90 درجه میچرخیم میذاریم. هی بعد دوباره 90 درجه، بعد دوباره 90 درجه. بعد این گوشاشو میکنیم. بعد از کندن گوشاش میریم این وسط رو بذاریم. وسط میبینیم اگه بذاریم برای این ور جا نیست. بعد گرفتن اولین بازم باید مخالف جهت اون بذاریم. بعد گرفتن اولینش باید 90 درجه بچرخیم و بعدی رو بذاریم. 90 درجه الان میچرخیم، بعدی رو میذاریم. 90 درجه یه بار دیگه 90 درجه میچرخیم، یه 90 درجه دیگه. حالا اون جایی که خالیه و باید ردستون بذاریم. بعد از گرفتن ردستون در بالای اینا باید ابزرورها رو به بالا بذاریم، یعنی این کله قرمزشون طرف بالا باشه. اینجوری میذاریم. باید کله بذارید تا من میذارمش. 3 ردیف دیگه مونده، آخرشه دیگه. تموم. وای اون یکی خراب شد. بذار اینا هم بذارم. تموم. بعد لامپامونو میذاریم روش. بعد میتونید دورش هم بپوشونید یا تزیینش کنید برای قشنگی. بذارید من این لامپا بذارم. لامپا هم گرفتم. تا ویدیوی چقدر قشنگه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. صاحب یادتون